سلام دوست گلم، حالتون چطور؟ آقا خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره که با هم دیگه بریم داستان‌های واقعی و ترسناک رو با هم دیگه روایت کنیم و شما گوش بدید و بترسین. همونطور که میبینید بنده هم داره ترس از چشمام میباره و اینو همتون فهمیدید. نگاه کن قشنگ معلومه نه؟ با حالی که امروز حوصله ویدیو گرفتن نداشتم، ولی اومدم تا فقط به خاطر شما و توی که داری این ویدیو رو میبینی برات ویدیو درست کنم. پس لایک یاد نره. خب بریم سراغ داستان اول. روح مرگ در چشمان عروسک. در سالهای 1840 گروه‌های بسیار زیادی از مردم آمریکا خانه‌های خود را در شرق به مقصد اورگان و کالیفرنیا ترک می‌کردند. دونر پارتی نیز یکی از همین گروه‌های مهاجر بودند که به سرپرستی فردی به نام جورج دونر به سمت کالیفرنیا حرکت کردند. پتی رید کودک 8 ساله و خانواده‌اش از اعضای گروه دونر پارتی بودند که در راه اتفاقات بسیار بدی برای آنها رخ داد. به خاطر بعضی اشتباهات آنها راه را گم کردند و تمام زمستان را در سرمان سیرانووادا و در میان برف محبوس شدند. وضعیت آنها آنقدر سخت و بحرانی شده بود که ابتدا با خوردن تکه‌های کوچک و نازک چرم، سپس موش‌ها و استخوان‌ها و در نهایت با خوردن یکدیگر تلاش کردند جان خود را نجات دهند. در میان راه از همه مهاجران خواسته شد وسایل اضافه خود را دور بریزند تا بارشان سبکتر شده و راحت‌تر به راهشان ادامه دهند. خانواده رید هم از دخترشان خواستند که تمام اسباب بازی‌هایش را دور بریزد. پتی به حرف آنها گوش کرد و تمامی اسباب بازی‌های خود را به غیر از عروسک محبوبش را دور انداخت. او عروسکش را زیر لباسهایش پنهان کرد تا کسی آن را نبیند. تعداد زیادی از افرادی که در دنر پارتی بودند جان خود را از دست دادند و پتی تنها کودکی بود که در آن گروه زنده ماند. بسیاری از مردم ادعا می‌کنند روح عروسکی که پتی حاضر نشد آن را دور بیاندازد خانواده رید را از مرگ نجات داد و آنها از معدود خانواده‌هایی بودند که بالاخره به سلامتی به سن خوزه رسیدند. عروسک پتی اکنون در موزه تاریخی ساکرامنتو در کالیفرنیا قرار دارد و بسیاری آن را عروسک مرگ می‌نامند، زیرا معتقدند زمانی که در چشمان عروسک نگاه می‌کنند می‌توانند زجری را که افراد گروه در زمان مرگ کشیده‌اند ببینند. بله. واقعا ترسناک بود. ترسناک و تأثیرگذار بود. ولی حالا میخوام برم سراغ داستان بعدی. در سال 2002 یه داستان کوتاه. در سال 2002 قواس کروال که در یک غار دریایی گم شده و اکسیژنش در حال اتمام بود، برای اینکه به خاطر خفگی نمیرد با چاقو سینه خود را شکاف و مرد. مرگ وی اولین خودکشی موفق زیر آب در جهان بود. خب واقعا اینو از لحاظ عقلی بخوایم نگاهش کنیم، فرض کن تو آبی داری میمیری، داری خفه میشی و تو نباید ابتدا اصلا چاقو همراهت باشه. البته ایشون هم قواس فرق داره. مثلا چرا یه کار دیگه نکرد؟ مثلا 2 hours later. خب آخرش تهش مرگ بود دیگه. چه سینه‌شو میشکاف و چه غرق میشد، تهش مرگ بود. خب بریم سراغ داستان بعدی. قضاوت نمی‌کنیم. خب خونریزی دیوار. وقتی مینی وینستون 77 ساله در 8 سپتامبر 1987 از حمام بیرون آمد، متوجه حوضچه از مایع قرمز روی زمین شد. او نگاهی نزدیکتر انداخت و فهمید این مایع خون است. وقتی به اطراف دستشویی نگاه کرد، دید خون از دیوارها ریخته و از کف به راهرو مجاور می رود. او با ترس از اینکه اتفاقی برای همسرش افتاده باشه او را صدا کرد. وقتی شوهرش در راهرو حاضر شد، هیچ نشانه از خونریزی وجود نداشت. مینی وحشت زده با پلیس تماس گرفت. مأموران خانه زوجین را گشتند اما چیزی پیدا نکردند که بتوانند آن مقدار خون را تولید کنند. آنها مقداری از خون را برای آزمایش بردند و بعد نتیجه گرفتند که این خون از گروه خونی اوه و متعلق به یک انسان است. عجیب اینجاست که نه مینی و نه شوهرش این گروه خونی را نداشتند و تا به امروز
علت خونریزی دیوارها ناشناخته باقی مانده. حقایقی در مورد قاتلان زنجیره‌ای. خب دوستان اینو من فقط بخششو میگم، بخش دیگه‌شو حالا به دلیل یه سری مسائل نمیتونم بگم. بیشتر قاتلان زنجیره‌ای مردان سفید پوست هستند. قاتلان زنجیره‌ای اغلب بدون پدر مادر یا در خانواده با یک مادر مسلط بزرگ میشوند. اکثر قاتلان معمولا ساده و غریبه هستند. نوع کاریزماتیک تد باندی در میان این قاتلان نادر است. اکثر قاتلان زنجیره‌ای عاقل هستند. خب اگه عاقل بودن چرا می اومدن مردم رو میکشتن؟ خب واقعا آدم تعجب میکنه. به ندرت دست از قتل برمیدارند و میکشند تا زمانی که گرفتار شوند. این هم از حقایق در مورد قاتلان زنجیره‌ای. خب دوستان یه فیلم کدگذاری شده هم داخل این دیدم، ولی خب براتون نمیذارمش. سایت عروسک‌های عجیب. در این سایت یه دختر عجیب میره و عروسک‌هایی که هیچ طرفداری ندارن، این سایتی که براتون میذارم ها، در این سایت یه دختر عجیب میره و عروسک‌هایی که هیچ طرفداری ندارن و اکثرا زشت و ترسناک هستن رو میخره و توی سایت خودش در موردشون توضیحات میده و میفروشه. جالب اینجاست که میگه بعد از این عروسک‌ها روح شیطانی دارن و باید برای خرید چند تا فرم پر کنی که مردن شما پای خودتونه. به همین سادگی عروسک میدازه. این داستان واقعی، حالا داستان سگ‌هایی که خودشون از رو پل میندازن پایین. این داستان واقعی مربوط به معمای مرموز پل اوورتون است. پلی سنگی و زیبا در شهر دانبارتون اسکاتلند که گذشته هولناک دارد. از دهه 1950 تا کنون ده ها سگ ناگهان از یک سمت پل و اغلب دقیقاً از همان نقطه به پایین پریدند. بیشتر این سگ‌ها از نژادهای پوزه دراز مثل لابرادور یا کولی بودند و عجیبتر اینه که بعضی از آنها که جان سالم به در بردند دوباره به بالای پل برگشته و تلاش کردند دوباره بپرند. هیچ کس با اطمینان نمیداند چرا این اتفاق میافتد. بعضی کارشناسان معتقد بودند که بوی حیواناتی مثل مینک که از جنگل پایین پل می آید باعث این رفتار می شود. افراد محلی در بعد ورود توریست ها به آنها هشدار می دهند که هرگز سگ‌هایشان را حتی نزدیک این پل هم نبرند. گزارشات زیادی از سمت ساکنین و توریست ها پخش شده است که صداهای در نیمه شب از کنار این پل به گوش می رسد. واقعا عجیبه. چطوری همچین پلی رو ساختن؟ اصلا به چه دلیل ساختنش؟ هزاران سوال دیگه که خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونیم هیچ کدومشون. خب دوستان ببینیم سراغ داستان بعدی. ساتومی میتارا یکی از عجیبترین و ترسناکترین پرونده های ژاپن است که هنوز هم برای برخی از مردم غیر ممکن به نظر میاد. ساتومی میتارا دانش آموز 12 ساله‌ای بود که توی دبستان اوکوبو در ساسبو درس میخواند. اونطور که گفته شده ساتومی در اینترنت مطالب راجع به قد و وزن یکی از همکلاسی‌هایش منتشر و او را زشت و چاق خطاب کرده بود. فردای همان روز در مدرسه با همان همکلاسی‌اش که پلیس هیچ وقت نامش را فاش نکرد و از او با نام ای یاد میشود درگیر شد و دختر ای با چاقو گلوی ساتومی را برید. او به خاطر سن کمش فقط 4 سال حبس در مرکز اصلاح و تربیت محکوم شد. به نظر من اصلا نباید بزنه همچین دختری. شایدم حق با پلیسا باشه که بهش 4 سال حبس داده. بالاخره چون سنش کمه، ولی خب نباید میکشتش، نباید گلوشو میبری. واقعا چرا باید گلوشو ببره؟ گناه داره. خب ببینم دیگه چی پیدا میکنم. آقا یک مرد هندی به مدت 72 ساعت درون یک قفس با 72 عدد از سمی‌ترین مارهای جهان قرار گرفت تا نشان دهد اگر آزاری به مارها نرسانید آنها به شما حمله نمیکنند. ایشون هم سالم از قفس بیرون اومد. آخرین داستان ما. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و ترسیده باشید و انرژی گرفته باشید و کلا بازم یه سر بزنید به این کانال. خب تا ویدیو بعدی میبینمتون. یه چیزی تو دیسکریپشن نوشتم بخونش، کامنتم بذار. گود بای.